تاجیکان باباجان غفورов فصل یکم ساخت جماعت ابتدایی و زوال آن در سرزمین آسیای میانه. باب یکم جماعت‌های ابتدایی در آسیای میانه. پالئولیت ساخت پیش از قبیلوی، پیدایش جماعت قبیلوی. آثار پالئولیت پایین. زمان پیدایش نخستین آدمان را در سرزمین آسیای میانه به طور یقین معین کردن خیلی دشوار است، زیرا آثاری از همه قدیمه حیات آنها باقی نمانده است. به گمان بعضی عالمان گویا آسیای میانه در داخل منطقه آدمشوی میمون واقع گردیده بوده است. هرچند این عقیده معمول و مقبول عموم محسوب یافته نمیتواند، با وجود این کشف قدیمترین یادگاری‌های حیات آدمی را در این سرزمین نباید بیرون از امکان دانست. سال 1953 اکلادنیکوف در رود اونرچه نزدیک دریای نارین قرقیزستان از دیواره ریگی صوفه قدیمه پلیستوسین میانه قیراق کلونی دست انسان رسیده را که یک طرف آن به تیغ درازی برجسته کمانی مانند است پیدا نمود. چون این آلت در علم باستانشناسی با نام چوپر، آلت قیراق سنگ مشهور است. پس از چند سال بازیافتی این آلت قدیمه در محل‌های مختلف آسیای میانه باز 10 مکان آن کشف گردید. این گونه آلت در بسیار ناحیه‌های عالم کهن به خوبی معلوم بوده قدیمترین مدنیت انسانی، مدنیت قیراق سنگ را توصیف می‌نماید. تحلیل تیپولوژی نشان می‌دهد که آلت قیراق سنگ آسیای میانه با مدنیت به اصطلاح سوئانی دوره پالئولیت هندوستان خیلی شباهت دارد. از این چنین برمی‌آید که این دو کشور در دوره پالئولیت پایین یک راه عمومی تاریخی را طی کرده است. چنان که از مدرک‌های گئولوژی معلوم می‌شود، اهل مدنیت قیراق سنگ در دوره پیریخ‌های نخست و یخبندی ریس، یعنی در دوره پلیستوسین میانه، بیش از 200,000 سال قبل از این زندگی به سر بردند. آن وقتها چنین حیوانات از قبیل جنس‌های قدیمه فیل، اسب، مامونت و بیزان‌های شاخ دراز، نمودهای گوناگونی کرکدن وجود داشته است. از روی بعضی دلیل‌ها آدم در این زمان خیلی کم بوده است. آلت نوعی دیگر دستگاه‌های سنگی که برای پالئولیت پایینی اروپا بسیار خاراکترناک است، فقط در قسمت غربی مملکت در ترکمنستان پیدا گردید. بعضی عالمان اظهار شبهه می‌کردند که آسیای میانه اینقدر بر وقت مسکن آدم شده بوده است، زیرا نشانه‌های زندگی انسان در این محل اولا که خیلی کم در بعضی جایها علاهیده یافت می‌شدند و ثانی اصلاً در قبت‌های از همه بالایی زمین‌های ساحلی دریاها به نظر می‌رسیدند. ولی اینک سال 1973 در مغز زردخاک قراتاق یاوان و سپس در 7 جای جنوبی تاجیکستان در مغز خاک‌هایی که در چقوری 50-65 متر واقع می باشند آلات سنگی به دست آمد. حفریات 2 باششگاه قراتاق 1 و لاهوتی 1 نشان داد که در اینجا نشانه‌های باششگاه نو، آثار مدنیتی تا به حال نامعلومه هستند که آن مدنیت قراتاق نام گرفت. تاریخ این قبط ارخئولوژی 200-150,000 سال است که این را با مدرکات گئولوژی معین کرده بعد به اصول ترمولومینیستنسیا انیق نمودند. مدنیت قراتاق از جهت توصیفات خود به مدنیت قیراق سنگ منسوب است و از مدنیت سوئانی نیم جزیره هندوستان که در بالا نامبر شده بود یگان فرق قضایی ندارد. بعد این کشفیات جای شبهه نیست که در تاجیکستان و آسیای میانه سراول طایفه‌های مسکون شدند که به دوره‌های مدنیت قیراق سنگ تعلق داشتند. آثار پالئولیت میانه. از مرحله بعد حیات بشری اولیه، پالئولیت میانه یادگاری‌های فراوان باقی مانده است. این زمان نشأ و نمای مدنیت موسته، زمان موجودیت نیاندرتال‌ها بود که در حدود پالئولیت میانه و بالا از آنها انسان نوعی امروزه تشکل یافته است. در این دور قوه‌های استحصال کننده جمعیت
نسبت به دوره پالئولیت پایین تیزتر به دیگرگونی رو نهادند. تکنیکای تیار کردن آلات زودتر تکمیل یافت. شکل آلات‌ها، نوع و وظیفه آنها گوناگون گردید. آدمان نه تنها نگاه داشتن آتش، بلکه گیراندن آن را یاد گرفتند. نوترین اصولهای استاتیستیکی امکان می‌دهد که در ناحیه‌های مختلف از جمله در آسیای میانه چند محل مسکونی عصر سنگی میانه که ممکن است موجودیت یگان اتحادیه کلونی جماعتی را انعکاس گردانند آشکار کرده شود. مسکن‌های سرکشاده و غار مستیه در بسیار جایهای آسیای میانه چه در قسم‌های کوهسار و چه در دشت و واحه‌ها یافت شدند. چنانچه این قبیل اقامتگاه‌ها در ترکمنستان، در نیم جزیره کراسنوودسک و کوپت داغ مرکزی، غارهای قدیمه در ازبکستان، در نزدیکی تاشکند و سمرقند، مسکن‌های سرکشاده زیاد در تاجیکستان، در فرغانه غربی، ناحیه اوروتپه، وادی‌های حصار و وخش، ناحیه دنغره و نهایت در سالهای آخر آثار مدنیت مستیه در قرقیزستان شمالی نیز کشف گردیدند. مغاک تشیکتاش در اتفاق سوویتی و خارجه شهرت زیاد پیدا نمود. وی در نزدیکی شهر ترمیز در واحه تورگاندریا در کوهسار بایسون واقع گردیده است. در این مغاک 5 طبقه مسکون که نیاندرتال‌های چندین بار به منزل کهنه خود بازگشت نموده باقی گذاشتند مشاهده شده است. در اینجا قریب 3000 مصنوعات سنگی پیدا گردید که 339 تای آن آلات کامیه می باشد. در بین آنها 2 نوع آلات خیلی معمول، کارت و بیلچه سنگی موجود است. کارت همچون آلاتی برنده و سلاح شکاری خدمت می کرد. بیلچه را برای ساخت و پرداخت درخت، پوست استفاده می نمودند. آلت‌های دیگر خیلی کمند. صید اساسی شکارچیان تشیکتاش بوز کوهی سیبیری بود که در کوهستان آسیای میانه بسیار دچار می آمد. غیر از این گوزن، خرس، پلنگ و دیگر حیوانات‌های خردتر را نیز شکار می کردند. تصادفاً پیدا شدن جسد آدم عهدی مستیه پسر بچه 8-9 ساله واقعی دارای اهمیت جهانی گردید. از وقت این بازیافت نزدیک 40 سال گذشته باشد هم باستانشناسان به یافتن دیگر کاسه سر آدم نیاندرتال موفق نشدند. هرچند که حالا در مملکت ما 10 مکان مستعی معلوم است. در گرد جسد کاسه سر و بعضی استخوان‌های اسکلت پسر بچه، شاخهای بوزیکوهی و شکل حلقه گذاشته شدند که از این میتوان با نیتی معین به خاک سپرده شدن آن را تخمین کرد. کلکسیای آلات سنگی تشیکتاش با آثار دیگر مغاره‌ها پرتر گردید. از بین آنها مغاقی به قریبی یافته شده آبی رحمت را که در مسافه 100 کیلومتر دورتر از تاشکند واقع است نام بردن ممکن است. متریال های حفریات این یادگاری خیلی جالب هنوز مفصلاً انتشار نیافته است. از این مغاق بیشتر از 30,000 مصنوعات دوره مستیه پیدا شد. در وادی سیردریا، در بین لیلین‌آباد و نوکت قیراقم بسیار متریال های مهم به دست رسید. آلات 2 مرحله دوره مستیه در این ناحیه با بقیه صفحه های قدیمه سیردریا علاقمند است. این آلات ها در ریگ‌های آبشسته صفحه ها جمع شدند. در اینجا هم به مثل تشیکتاش اکثر آلات را بیلچه و کارت‌های سنگی تشکیل می کنند. فقط فرق در این است که آنها نه از آهک سنگی چخماقی زودشکن بلکه از سنگ سختی سوماق پورفیریت ساخته شدند. همه این یادگاری ها متعلق مدنیتی به اصطلاح لیولو ایو مستیه بوده با یادگاری های دوره مستیه شرق نزدیک شباهت دارند. ولی در جنوب تاجیکستان یک چند یادگاری های دوره مستیه پیدا شدند که تماما خصوصیتی دیگر داشته با تمدن هندوستان و سایر کشورهای در جنوب و غرب تاجیکستان واقع گردیده نزدیکند. کلانترین محل این نوع آثار قدیمه قرابوره واقع در وادی وخش نزد جیلیکول از جانب رانوف تدقیق شده است. وی از سلسله دونگی های نه آنقدر بلندی ریگی عبارت است که روی آنها را
با غفصی 2 متر سنگریزه ها پوشیدند. مصنوعات قدیمه محض از بین همین سنگریزه ها یافت شدند. جالب دقت است که در این محل در قطار آلات مقرری مستیه مصنوعات مخصوصی سنگی، آلات حقیقی قیراق سنگ، چاپر و چاپینگ نیز پیدا گردید که با همین قبیل مصنوعات دوره‌های بعدینه مدنیتی سوئای هندوستان بسیار مانند است. حفریات میدانچه نزد غار آغز کیچیک رایون دنگره برای تحقیق مدنیتی مستیه متریالی فراوان داد. از اینجا ده‌ها آلت‌های گوناگونی سنگی از جمله بیلچه و کارت‌های گوناگون به دست آمد که خیلی خوب ساخته شدند. اینچنین بسیار استخوانی حیوان نیز یافت شد که نیاندرتالی‌ها صید کرده بودند. در قطار استخوانی حیوان‌های معلومه که تا به حال وجود دارند، استخوانی کرک درازپشم و اسب بر این حیوان‌های نیز یافت شدند که تا به روزهای ما آمده نرسیدند. قسم بالایی طبقه مسکونی، طبقه ارخئولوژی اینجا در جای دیگر وا نمی‌خورد و عبارت از پاره‌های بالای چسبیده ریزه استخوانی سنگ‌پشت‌های دشتی و دیگر حیوان‌ها می‌باشند. اکثر استخوان پاره‌ها سوختگی‌اند و این دلالت می‌کند که مردم آغز کیچیک در همان دوره‌ها اساساً گوشت سنگ‌پشت را استعمال می‌کردند. با این طریقه از دوره مستی سر کرده در مدنیت عصر سنگی آسیای میانه مشابهت 2 منطقه بزرگی پلئولیت، آسیای شرقی و میانه را میتوان مشاهده نمود. چنین نزدیکی مدنیت‌ها را دیرتر در دوره نیولیت هم دیدن ممکن است. مطابق مدرک‌های نوترین، سن آثار اساسی دوره مستی در آسیای میانه 40-50 هزار سال می باشد. آثار پلئولیت بالا تخمیناً 40-35 هزار سال پیش تشکل نوع امروزه بشر هومو ساپینز صورت می گیرد. در این دوره اسباب و آلات سنگی با سرعت تکمیل می یابد. با عوض 3-4 نمود اساسی آلت‌های زمانی مستی، اسباب و ابزارهای گوناگون سنگی به وجود می آیند. با تکمیل اسباب و آلات، حجم آنها خردتر و وسیله‌های شکار نیز بهتر می گردد. در دوره پلئولیت بالا، تشکل قبیله‌ها شروع می شود. قوم مادری که از گروه اگزوگامی آدمانی با رشته‌های خویشی و عمومیت نسبی مادری به هم پیوسته فراهم آمده بودند. در همین دوره به درجه رشد و تکامل خود می رسد. پلئولیت بالای آسیای میانه کم تدقیق شده است. ظاهراً برعکس دوره مستی، شرایط طبیعی در همه ناحیه‌های آسیای میانه برای زندگانی آدمان آن دور مساعد بود. مهمترین یادگاری پلئولیت بالا قرارگاه سمرقند می باشد که در درون خود شهر واقع گردیده است. در بین هزاران مصنوعاتی از 3 طبقه مسکونی به دست آمده، ابزارهای مختلف از قبیل بیلچه، کارد، اسبابهای تراشنده، برنده و غیره موجودند. سال 1964 از اینجا جاغ آدمی پلئولیت بالا یافت شد. سردار حفریات D.N. لیف چنین تخمین دارد که آدمان این قرارگاه در منزل‌های از گل و قمیش ساخته شده میزیستند. غنیمت شکار آنها اساساً اسب، خر، گاو وحشی، شتر، آهوی دشتی، گوسفند وحشی و گوزن بوده است. دیگر یادگاری پلئولیت بالا محلی است که با نام خواجه غار مشهور بوده در وادی خرد سلسله کوه ترکستان در نزدیکی دهه چارکوه واقع است. این یادگاری با آخر پلئولیت بالا تعلق دارد. احتمال می رود که آدمان در اینجا 15-12 هزار سال پیش از این، یعنی در عهد کنونی گئولوژی زندگانی کردند. طبقه مسکونی اینجا محفوظ نمانده است. آلت‌های از سنگ چخماق ساخته شده را سیل رفته برده است. ولی این یادگاری از جهت فراوانی انواع آلات چخماق سنگ که با شکل و ساخت و پرداخت خود از آلات باشیشگاه سمرقند فرق می کند جالب دقت است. سالهای 1969-1970 در باشیشگاه شغناو که در بالا آب یخسو واقع است چند طبقه مسکونی کشف شد. در این محل
در مغز زردخاک جری 50 متری ساحل دریا در وسط کلون میدان 4 طبقه مسکونی پالئولیت بالا کوفته شد. سین طبقه قدیمترین موافق مدرکات گئولوژی و آرکئولوژی 35-30 هزار سال و سین طبقه نوترین موافق اصول رادیوکربنی معین کردنی سنه 1050 سال می باشد. از دو طبقه از همه بالا بیشتر از همه آلات مهنت یافته شد. طبقه های مسکونی با ششگاه شغناو چنان جایگیر شدند که جهت استراتیگرافی آنها واضح به نظر می رسد و این به آرکئولوژها امکان می دهد که انکشاف تدریجی مدنیت پالئولیت بالای تاجیکستان را روشن تصور نمایند. به مدرک های دیگر نیز استناد نموده ممکن است گفت که در آسیای میانه عهد پالئولیت بالا دو عنعنه تکنیکی موجودیت خود را دوام میداد که یکی با پالئولیت آسیای شرقی و سیبیر قرارگاه سمرقند و دیگری با پالئولیت آسیای پیش قاجار علاقمند بود. توصیف جمعیتی پالئولیت. ما در اساس متریال های آرکئولوژی انکشاف تدریجی قوه های استحصال کننده جمعیت دوره پالئولیت آسیای میانه را مورد تحقیق قرار دادیم. اما مسئله تکامل تدریجی اجتماعی این جمعیت نهایت درجه مرکب است. حتی قانونیت های اساسی ترقیات آن در اثرهای متخصصان سوسیولوژی نیز به طور مکمل آموخته نشده است. ملاحظه و خلاصه های پیشنهاد شده موضوع بحث و مناظره های تند و تیز گردیدند. مسئله عاید به خصوصیت های انکشاف جمعیت عهد پالئولیت آسیای میانه عموماً به میان گذاشته نشده است. اگر گوییم که جمعیت انسانی بسیارترین قسمت وقت خود را در مرحله عصر سنگ گذرانیده است، این سخنی عمومی خواهد شد. در این مورد جایز است که برای واضح‌تر افاده یافتن مطلب قیاسی بارها استفاده شده را بیاوریم. اینک شرطاً فرض کنیم که تمام حیات جمعیت انسانی تا ریولوسیون کبیر سوسیالیستی اکتبر همگی 1 سال دوام کرده است. در آن صورت به آدم تبدیل شدن میمون در اول ماه ینور به وقوع پیوسته، دوره حکمرانی پالئولیت قریب تمامی سال را تا 25 ماه دکبر فرا می‌گیرد و تمام تاریخ جمعیت صنفی آسیای میانه به حضور در نیم ساعت آخری پیش از سال نو گنجایش می‌یابد. تشکیلات اجتماعی در پالئولیت پایین خیلی ساده و ابتدایی بود. کلکتیوهای از همه قدیم و نو تشکل یافته آدمان را انگلس گالا نامیده است. لنین هم گاله ابتدایی و کمونه ابتدایی را نامبر می کند. دوره گاله ابتدایی دوره است که جمعیت انسانی تشکل یافته اساسهای آن فراهم می آید. در آخر پالئولیت میانه و بالا تشکیلات قبیلوی جمعیت، کمونه های ابتدایی و ترتیب قومی و نسبی پیدا می شود. این ساخت قومی مادری بود که زن در آن موقع خیلی بلند را اشغال می کرد. مناسبت عائلوی در دایره نکاح گروهی صورت می گرفت. استحصالات کلکتیوی باشد هم، ولی درجه قوه های استحصال کننده نهایت پست بود. این نوع ابتدایی استحصالات کوپراتیوی یا کلکتیوی البته نه عاقبت عمومی کردن واسطه های استحصالات، بلکه نتیجه ضعیفی شخصیت جداگانه بود. قوه های استحصال کننده در یک جا نمانده با آهستگی تکمیل می یافت. ترقیات بیش از پیش قوه های استحصال کننده و تشکیلات جمعیتی باعث مرکب شوی شکل های مدنیت انسانی می گردید. باید گفت که یاد گرفتن طریق حاصل کردن آتش، ساختن منزل های عادی، رواج شکار حیوانات کلان و به این وسیله گذشتن به زندگانی مقیمی، همه این قدم های مهم ترقیاتی پروگرسیوی جمعیت انسان را نشان می دهد. چنان که از مدفن پسر بچه تشکتاشی عیان می گردد، در همان وقتها اولین علامت های رسوم دفن، نخستین پدیده های دین به ظهور آمده بودند.